السلام علیکم دوستان عزیز و مخلصان گرامی قدر. با همه شما مینداری خود را میرسانیم که تا امروز با ما بودید و با ما میمانید. یه باور کنی کو ما شما خیلی باوری نداشتم مرا همه رو گرین خرسان کرده. مخلصان عزیز هیچ وقت ما را فراموش نکنید، ما هم شما را هرگز فراموش نمیکنیم. چنانه که بزرگان گفتن قرصک ای دو طرف میشود، هرچی که ما میکنیم برای شما میکنیم. امروز پادپیچکای کانال قربان نعمتوف با 300,000 رسید و هر یکی شما میناداری خود را میرسانیم. دستگیری شما پیشروی ماست، پیشروی ما خورسندی شماست. خندم داروست انسان را تبابت میکند. با کانال ما ابونه شدن را فراموش نکنید. با ما باشید مخلصان دل و دیده. خانم خیلی سعدی اونم جورت امروز توی داشت نرفتی؟ کدام جورم؟ اونم جمشده کوی وحدت ای روز میگید توی خارچشه ها گفتی بود که روزی شنبه ای باور که ایودم برم ده خیلی معنیشه میره زیخ شدی جون من برای تو کو من برای تو جون ما فدا میکنم تعمیم ده باور نداری؟ من باوری دارم سعدی که هیچ وقت مرا در تنهایی نمیپرتایی. انا من جان رحمت برای سخنای شرینت انا برای همین سخنای شرینت اون جدا مروژنیک میفروشن بیا بریم یا مروژنیکی بگیریم بخریم. مروژنی بخریم؟ مال رفته السلام علیکم. و علیکم السلام. نازی اکا جون رحمت بین خوش اومدین. چه خدمت کنم شما را؟ خدمت همی که یاد تمدم مروژنیک یا مروژنیک ده؟ تدا چی؟ ما ده تا کاکتیل بتین اکا جون. یا کاکتیل شما ده؟ تدا یا مروژنیک؟ جانم خدی حاضی تیار میکنیم. جانم خدی. سعدی ما کاکتیل گرفته استم و ما پول ندارم کو. هیچ گم نه جان شیرین. اکا لبای یا تو مروژنیک بته بسن. یا دل میگه برو برو دل میگه نرو ای زنک جان خونه را رفتی حالی به فکرم نرفتی داره دن یه پاچر شکستی زنک آخه آدم یک زنک مهربان میشه یک دستاش خیلی ملایم یک خیلی راحت کنه همه مردک همین میجیقیم بگوزه که پنج شاخه قدی آخه صدقشم زنک شد یک زنک مهربان میشه آدم روزی در روز کاری من پاچه جیقیه همین پاچه ایت نشکست که من خلاص شوام. پای کی؟ پای ما؟ یه زنه که بیعقل پاچه ما بشکنه تو گشنگی ده میمری پای کی پای بشکنه فلان بیمدان این خیلی گونه زن بس که مردک من به همینم که قطعه گشنگی ده مردگی گشنگی ده مردگی؟ هی توبه گشنگی ده مردگی بده اوخه یکان چی بو که بیار بخیرم اوخی بخیرم گشنگی توبه گوش کده زنک تو چی ایمه مینولی؟ چی ایمه مینولی؟ ده همه قصه چند سال شد زندگی مانه؟ 24 سال شد زندگی مانه مرده. اینه دیدی 24 سال شد من قطعه زندگی دارم طاقت کردم باید ما یک مدال یا عنوان ایتیان مودا که ما قطعه طاقت کردم اوخی با اکه ما نوید میکنه ما نوید میکنه ایت شکر که من قطعه زندگی دارم فهمیدی؟ آخی مردک 24 سال شد زندگی مانه تا اقلا یک بار دوشنبه تماشا نبردی مرا. چه نبردم؟ دیگه تماشا نبردی این نوشکری بنده کی نبردم تا تماشا؟ و یا 3 سال پیش ای بالای چولوی انگور خالتیدی زمین دزدی و گردنش شکست یعنی ما بردیم کو همزوری کدی بار کدیم یک تنگی نه گرفته بردیم تا کو خراب بولو او وقت گردنم کجلا بود خوشنو ندیدم که گردن تو راست میشه که باید خیلی در پیش تنگیش نوران تو بینی گردن کلیده بود ندیدم من خوش نداشتم مزم نبود وای اکر ناز کده استای با مرا که چی بیار بکنیم بودی گشنگی ده مردم گفتی کنم مرا گوش که مردک ترا گوش کنم این هر دی گوشی لخم در اختیارت که بگو چیز میگی این بچه تا نصیحت کنی نمیشوه چو کده بچه ما دقچاقش ده عروس تا سهر میگرده تا یک جا میدونی آخه صورتاشو در تلفنش دیدم ولی بچه ها در جای در پیش آینه خچه فسان کدسه ولی با جای رفتنیه
یعنی فایرودش کو اسفندیو نخوش شوی درست کرده تیا نصیحت نکنی اسفندیو الله بچه جان بیا اتاق فیرو دارم اتاق فیرو؟ السلام علیکم اوتا جان سلام علیکم السلام علیکم اوتا جان اوتا جان یکو خدمت است یکو خدمت نباشه من کار دارم من رفتم در کوره هی مردک بو پیش دختر رفته است یگو نصیحتش نمیکنی پیشی دختر رفتی سای هو غای آه مرام قطید نمیبری خوش آمدی کامیل جان خوش آمدی ینگا جان سلامت باشی اینم ینگت گفتم بیا بریم یک برادر خبر میگیریم با خیلی شی رحکیم دیگه این یمیم همین روز ساعت همین روز بودای کاری خوب کردیم کاری خوب کردیم سلامت باشی خواهش شما بشینه چکشا کردم یا اترام مالش بگین ینگا ما بیا بشینی وقتی جا شینو شوا مایل خب مالش اینم هم جورای تعریف کردگیم هم خیلی بدرجهش هم خیلی جورای نسام دیگه جورای جمعی ایده این تشکیل چی ایده همه ایشته تشکیل میکنه اوزی تشکیلی میکنه خونه از در میخری نیم خیلی دهنت میکنه این مردم ایشتن 3 ساعت چی 10 دسترخونه میپرتیان تشکیلی میکنن طاقت که این مردک بیا خوبش بخبرین بخیر یک دقیقه بشی طاقت که همش یک بارا میگیرم یا راخیازی اولی بی گوش که مردک میره بیا رفتیم نمیره من رفتم من مردم ای گشنگی این بیشی عیب یا خیلی نم نمکش میخریم با میریم ولی عیب میشه آخی میگه ای خراهی دور اومدن یا میرود نشیستن پیاله چایمون بخورم من نمیشینم من رفتم یه تا بیشه بلنگم نزد عیب نمیدونی آخی بگی تلفن سراسی منو چه آدم که یک اومد میشینه دیم بار بطرق خدیمی جانو میبرد این پس گبزان فهمیدن رفتیم یا پیاله چویش میخریم میریم آخی تو سراسی منو ای گشنگی مردم نمیارن دسترخون پرتویان آی بخیرت بده یک بوری دیگه تو مرا بگو کدی دیگه جوبر بنی گفت رفتیم آکی کامیل جان ینگا او کجا خسیسیم بشینه ما بریم کو همه ینگا میگه دوزنده دا کور دارم میگه بو ما خام نکنم میگه برام کرتما بگیرم نه کجا میخدم بیرد بارون بریتی سای بشینه خودم میکشم بشینه این بیشه ینگا در خود کرده نکجون بشینه از یابقا تا میکشم مالش یه ینگا بشینیم پیش ما مالش بشینه کجا سرسو مینه اکجون بیرو بارون بردسته او ینگا بارون بیرون بارون زده سر روز میگه یا 5 مینوت دیگه بشینیم ها برای که زونتیک هم نداریم خود تر میشیم راه دم میریم ینگا ما خود پخته است ها سعدی جون خود پخته سای چی هم خود کردی سر گاروخ شوربو گاروخ شوربو او سعدی جون با فکرم بارون سخت هم نزده است ما میخیزیم